أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسما بهم إلى أنوار السرور. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إن يوم الحسين أسبل دموعنا. امشب از آن شب‌هایی است که بسیار دردناک است برای اهل بیت. واقعه کربلا خودش دردناک بود، سخت بود، لحظات بسیار دشواری رو برای خدا اهل بیت تحمل کردند. اما از عصر عاشورا مصائب عظیمی رخ داد. که زینب سلام الله علیها تمام این مصائب رو تحمل کرده، به خاطر اینکه خداوند متعال اراده کرده بودند که حجتشون روی زمین باقی بمونن و امام زین العابدین امامت رو ادامه دهند. لذا ایشان بیمار بودند، توانایی نداشتند. زینب سلام الله علیها رسالت رو به عهده گرفته بود. سید الشهدا که به شهادت رسیدند، بعضی جملات برای من خیلی سخته، ولی باید حقایق گفته بشه، تاریخ بی پرده گفته بشه، تا خصوصا شما طلبه های جوان بدانید که برای اهل بیت چی گذشته. وقتی که سید الشهدا به شهادت رسیدند و بعضی از منابع مقاتل میگن هنوز زنده بودند، عمر بن سعد ندا داد که کی حاضر است که این بدن رو زیر سم اسمال قرار بده. شمر اعلام آمادگی کرد، عده‌ای اعلام آمادگی کردند و این مناظر بسیار دردناکی بوده. بعضی از مقاتل می‌نویسند امام حسین کان یجول به نفسی، هنوز زنده. بعد هم دستور داد که خیام رو آتش بزنند. حضرت زین العابدین توانایی خارج شدن رو به سرعت نداشتند، لذا زینب سلام الله علیها درنگ کردند. بعد فرمودن برادر، دشمن در حال هجوم به خیامه، چه کنیم؟ فقط این جمله رو تونستن جواب بدن: فروا الی المیدان. خیمه ها آتش گرفت. بعضی از مورخین و اصحاب مقاتل می نویسند که بعضی از این زنها چون ناتوان بودن، بچه ها چون ناتوان بودن، هم گرسنه بودن هم تشنه، دامن اونها رو آتش فرا گرفت. خود تاریخ
تاریخ نقل می کند که عده‌ای از سربازان عمر بن سعد اونجا دلشون برای بچه‌ها سوخته. من داشتم وقایع رو بررسی می کردم، دیدم که عامه اهل خلاف به این که چادر و زنها رو از سرشون می کشیدن اعتراف کردن. 4 روایت رو از منابع اهل سنت خارج کردم که تعابیرش مختلفه. از چادر و اون ستار تعبیر ملحفه می کند. از کمر این زنها این چادرها رو می کشیدن. لذا اون که امام زمان در زیارت ناحیه می فرماد سافرات یعنی پوشش نداشتن، اشاره‌ای به این موقف داره. باز اصحاب مقاتل می نویسند بعضی از دختران سید الشهدا از زینب سلام الله علیها تقاضای ستار کردند. بعضی از تواریخ ذکر کرده است که زنها می دانستند که این لشکر عمر بن سعد رحم نمی کنه، لذا 2 چادر بسته بودن، یکی به بدن خودشون گره زده بودن و دیگری رو به عنوان ستار روی اون قرار داده بودن. هجوم به خیام، جسارت به بدن سید الشهدا و نهایتاً این است که غروب که فرا رسید زینب سلام الله علیها مأمور شد بچه‌ها رو تو بیابون جمع کنه. چون وقتی که بچه‌ها فرار کردن به میدان دیگه کنترل از دست حضرت زینب خارج شد و دلیلش اینه که میخواست برادرش رو نجات بده. لشکر عمر بن سعد که به خیام رسید، عمر بن سعد وقتی نگاهش به امام زین العابدین افتاد گفت این چرا زنده است، این رو بکشید. مقاتل میگن شمر آمد جلو، زینب سلام الله علیها خودش انداخت رو برادر. این حرکت رو زینب سلام الله علیها چندین بار انجام داده. یکی هم در مجلس یزید بود، اون وقتی که یزید دستور داد حضرت رو به شهادت برسونن. غروب مأمور شد حضرت که بچه ها رو جمع کنه، همه رو در یک خیام سوخته جمع کرد. 2 از بچه ها نبودن، یکی حمیده دختر مسلم، همون دختری که وقتی خبر شهادت مسلم رو رساندن امام حسین اون رو به زانوش نشوند، اون رو نوازش کرد و وقتی که به میدان داشت میرفت سید الشهدا همین حرکت رو رقیه از امام حسین خواسته که پدرم وقتی که خبر شهادت مسلم آمد دیدم که دخترش رو حمیده رو به زانو نشاندی، او رو نوازش کردی، پدرم میروی بر نمیگردی، دستی به سرم بکش، که اصحاب مقاتل مفصل اینو نقل کردن. بعضی ها در این مسائل تاریخی متاسفانه شبهه می کنند. شبهه هم کم نیست. خدا اگر چیزی اراده کنه اون رو انجام میده، همانطور که به زکریا خطاب کرد. زکریا به خدا، به حضرت زکریا به خدا خطاب کرد خدایا من که پیرم، زنم هم نازاست، چگونه به فرزندی به من بشارت میدهند این ملائک؟ فرمود اگر خدا چیزی رو اراده کنه انجام میده. این واقعه برای دین، برای بقای مذهب باید واقع میشد و این واقعه با معجزه باقی ماند. شما فکر میکنید این خطبی که حضرت زینب خوانده، امام زین العابدین خوانده، ام کلثوم خواندن در مواطن مختلف، این چجوری حفظ شده؟ اشاره خواهم کرد به این نکته.
ولی در هر حال خدا اراده کرده است حماسه‌ای در کربلا رخ دهد که این واقعه اسلام و دین رو و مذهب رو زنده نگاه دارد. همینطور که الان همینطوره. میبینید که محرم که فرا میرسد تمام از حالت عادی خارج میشن. این واقعه کربلا آنها رو متحول میکنن. زینب مأمور شد بچه ها رو جمع کنن. شب 11 دنبال رقیه گشت، پیدا نکرد. دنبال حمیده گشت، او رو پیدا نکرد. اما یه صدای سوزناکی متوجه شد: من الذی ایتمنی فی صغر سنی. توجه کردید از قتلگاه رفت جلو رقیه، از کنار جسد مبارک پدر نشسته است. پدرم چه بدن تو رو به خون آغشته کرد؟ چه کسی مرا در کوچکی یتیم کرد؟ دستش رو گرفت آورد تو خیام. یک دفعه یکی آمد بهش گفت که زینب دنبال حمیده نگرد. حمیده رو پیدا کردن، زیر سم اسما نشون. مورخین از امشب که اینها حقدشون رو میخواستن خالی کنن و از واقعه کربلا اون لذتی که دنبالش بودن رو ببرن، شروع کردن با آزار دادن بچه‌ها و زنهای امام حسین که تاریخ از این که سرها رو جلوشون می‌گردوندن یا الفاظی رو به کار بردن که دل این بچه‌ها و ناموس خدا رو بسوزانن. حدود 6 یا 8 نفر از بنی هاشم مردها با بچه‌های مسلم اینا زنده ماندن. یکیشون حسن مصنا بود، پسر امام حسن، برای اینکه مجروح شد و میدونید این حسن مصنا اسمش رو مصنا گذاشتن چون نام پدرش حسن بود. یه چند تا بچه داشت مثل دسته گل از این بنی هاشم اهل نور. منصور اینا رو گرفت چون بنا شد بچهای بنی هاشم رو هم بنی امیه و هم بنی العباس. اینا رو گرفت گفت یه جایی قرارشون بدید، میخوام مقام این حسن مصنا رو بگم. بچه هاشون و زمان منصور بچه های بنی هاشم رو میخواستن از بین ببرن. بچه های حسن مصنا رو گرفت گفت یه جایی برید بذارید که اینا نور رو نبینن. وقت نماز اهل نماز بودن، اهل عبادت بودن. اینا روز رو تشخیص ندن که نماز بخونن، تو طاموره گذاشتن اونجا رو، مثل موسی بن جعفر روحی له الفدا. نه روز رو تشخیص میداد نه شب رو تشخیص میداد. بعد زندانبان آمد گفت منصور این بچه ها از بس که زمین نمناکه پاهاشون باد کرده اذیت میشن. گفت بکشیدشون. از بین بردن. این بچه های حسن مصنا، یکی از کسایی که تو کربلا زنده بود این حسن مصناست. حدود 8 یا 6 نفر تردید از منه با بچه های مسلم اینها زنده ماندن. از زنها حدود 8 نفر زن از بنی هاشم، حدود 6 نفر از زنهای دیگه هم و یقینا بیش از اینها بوده. چون میدانید تاریخ کربلا حدود 6-7 نفر تاریخ کربلا مخبر کربلان. یکی حمید ابن مسلمه. حمید ابن مسلم گزارشگر عمر ابن سعد بود که سر امام حسین رو با خولی این برد به کوفه که الان ذکر خواهم کرد. و بقیه از کسایی بودن که با امام حسین بودن. تیرانداز امام حسین که مجروح شد بعد نجات پیدا کرد،
یا آقای دیگه بود به سید الشهدا گفت سید الشهدا من با تو وای نیستم، اما اگر مرگ دیگه وقت رسید که دیگه نتوانیم از خودمون دفاع کنیم من رها میکنم. وقتی که جنگ شدید شد رها کرد رفت. یکی از ناقلین صحنه‌های کربلا اینه. گروه دوم کسایی هستند که 4 سال بعد از واقعه کربلا از زبان این مخبرین واقعه‌ها را نقل کردند. و گروه سوم اصحاب تاریخ بودند که ما تاریخ نویس شیعه نداشتیم، چون هر کسی وقایع کربلا رو نقل میکرد او رو از بین میبردن. لذا حدود 3 نفر از تاریخ نویسان اهل سنت اشاره کردند به وقایع کربلا و از مورخین شیعه و مقتل نویسای شیعه تنها کسی که واقعا خوب تصور کرده این مقتل ابی مخنفه، ولی نه این مقتلی که الان وجود داره. این مقتل ابی مخنف نیست. مقتل ابی مخنف از بین رفته، اما طبری در کتاب خودش در تاریخ از ابی مخنف وقایع سید الشهدا و واقعه طف رو نقل کرده که خیلی ها از اونا گرفتن و بعضی دیگر از مورخین هم ذکر کردن، مورخین شیعه، اما همین چیزهایی که الان مثل همین لحوف و این مقتلی که الان وجود داره که عمدتاً از همین کتاب نقل میکنن. و الا واقعه کربلا رو مورخین اهل سنت خیانت کردن بهش. چرا مورخین اهل سنت واقعه طف رو ذکر نکردن؟ دلیلش اینه که اینا میخواستن حقانیت روشن نشه. اینا خلیفه خودشون رو یزید میدانستن و منهج و دینشون رو بر طبق همون اعتقاد ساری کردن. میبینید بعضی از این اهل سنت میگن خلیفه مسلمین هر کی باشه، ولو فاسق باشه، ولو فاجر باشه، باید از او تبعیت کرد. منشأش همینه. لذا این وقایعی که به ما رسیده بسیار اندک است از واقعی که در کربلا رخ داد. بعد همون روز از عمر بن سعد سر سید الشهدا رو داد به خولی و حمید بن مسلم گزارش کرد، گفت برو به عبیدالله این سر رو تحویل بده. حمید بن مسلم یه گزارشی داده اینجا خیلی جالبه. طلبا توجه کنید که دنیا دار فناست، اما شیطان چجور برای خودش جان درست کرده، چجور لأغوینهم اجمعین گفته. سرایی که بردن شب رسیدن، دارالاماره بسته بود. این خولی حمید بن مسلم می نویسه که خولی سر رو آورد خانه. بعد زنش ازش پرسید که این چیه؟ گفت یک چیز گرانبهایی آوردم، دنیای ما تأمین شد. گفت این چی آوردی؟ گفت این سر حسین فرزند فاطمه است. زن پرخاش کرد از خدا نمی ترسی، از رسول خدا حیا نمی کنی، سر فرزند رسول خدا را آورده این خونه و افتخار می کنی. حمید بن مسلم نقل میکنه، میگه سر رو جایی گذاشت که من دیدم نور از سر مبارک سید الشهدا به سوی آسمان ساطحه. بعد صبح که سر بردیم دیدم عده‌ای از سربازا رسیدن دم دارالاماره دارن شعر میخونن. خیلی تعجب کردم، دیدم سرا رسیده همه این شعر رو میخونن: املأ رکابی فضة او ذهبا انی قتلت سیدا محجبا. اینها منتظر پاداش بودن، منتظر اجر بودن.
شیطان اگر احاطه کند دیگر، اگر اون نورانیتی که خدا نفخت فیه من روحی اگر گرفت دیگه فایده نداره. ولذا عمر بن سعد بعد بهش گفتن که بابا این بچه ها چه گناهی کردن؟ آب بهشون بده تشنن، مگر صدای العطششون رو نمیشنوی؟ میدونی چی جواب داد؟ انی اعلم حرمت هذا البیت ولکن ملکری قرة عینی. من میدونم مقام اینا رو میدونم، اما نمیتونم از ریاست ری بگذرم، چون عبیدالله بهش گفته بود اگر نروی کربلا ملک ری رو از تو خواهم گرفت. وقایعی که برای اهل بیت رخ داده بسیار وقایع سختی بوده، از جمله همین واقعه غارت خیامه. روایات رو بررسی می‌کردم ببینم چه چیزی رو از خیام بردن. عامه نقل میکنن هر چیزی که بود از خیام برداشتن، حتی به لباس زنها و بچه ها تعدی کردن، به طوری که دختران خود رو به سفتی میگرفتن، لکن لشکر عمر بن سعد به زور از آنها میکشید. بعد یه خبری دیدم از عامه، آقایون طلبه ها واقعا سخته و نورانیت شما تو همین قضایی هست که درک کنید و دلتون رو بسوزونید. لأبکین علیک بدل الدموع دما ان یوم الحسین اقرح جفوننا. نقل میکنه که رفتم دختر کوچکی رو دیدم، خواستم زینتش رو ازش بگیرم، لباسش رو بکشم. اینو منابع اهل سنت نقل کردن. میگفت دیدم گریه میکند آن که لباس یا زینت رو میکشن. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت من میدانم شما آل اللهی. این روایت از منابع اهل سنت ها، اما اگر من نگیرم کس دیگه میگیره، اگه من نبرم کس دیگه میبره. این که حضرت زینب دو نکته است. یکی حضرت امام حسین روحی له الفدا سید الشهدا به خواهرش گفته خواهر مبادا گریبان شام کنی، مبادا سیلی بزنی، مبادا موهات رو پریشان کنی. یه نکته اول بگم چون طلبه شما، این زیارت ناحیه از زیارت بسیار معتبره. زیارت ناحیه‌ای که سند نداره و به امام زمان منسوبه. یه زیارت ناحیه دیگری داریم منسوب به امام حسن عسکری است که اون زیارت شهداست. این زیارت ناحیه میدانیم امام زمان که پشت غیبت بودن، هم تو کوچکی هم بعد از غیبت صغرا، غیبت کبراشون کسی ایشون رو ندید، مگر اینکه پدرشون برای اینکه انکار نشود بعضی از محدثین معتبر مثل زکریا ابن آدم که از قوم مسافرت کرد به سامرا، امام عسکری نشانش داد، ولی کسی امام زمان رو ندیده. و این ادعاهای امروز همش بازیه، باور نکنید. امام زمان رو میدونید که میبینه؟ مثل شیخ مفید میبینه، مثل ابن طاووس میبینه. اینایی که تو دین تأثیر داشتن، دین افتخار وجودشون خدمت به دینه. اینا خداوند متعال پرده رو میزنه بالا، مشکلی از مسلمان ها، مشکلی از مؤمنین، امری از مؤمنین رو امام زمان حل میکنن. و الا ما شیعیان در این امنیت و در این صفا و صمیمیت و در این اعتقاد قوی همش به برکت وجود امام زمان در بین ماست و خدا صلاح دیده که پشت پرده باشن، ما ایشون رو نبینیم. در این زیارت ناحیه که امام زمان میفرماد که
ناشرات الشعور و علی الخدود لاطمات و الی مصلحت مبادرات. اولا این رو بدونید، ناشرات الشعور امام حسین خیام رو طوری قرار داده بود کسی اونها رو نمیدید، تاریخ رو ببینید و اینا زیر چادرشون عرب رسمه، موهاشون رو به عنوان حوض پریشان میکنن. ناشرات الشعور و علی الخدود لاطمات و الی مصلحت مبادرات. خب این که میگوید اهل بیت چون خیام رو آتش زدن و اون مناظر ناراحت کننده رو دیدن به سوی قتلگاه حرکت کردن. این که میفرماید سافرات چون چادرشون رو میکشیدن. جنگ با آل الله دارن میجنگن، بزرگ اینها رو سر بریدن، بدنش رو زیر سوی اسبان قرار دادن، بچه 6 ماهه رو فذبحوه من الورید الی الورید. تاریخ رو میخوندم، حرمله خودشون تیرا رو تهیه کرده. وقتی رفت تیر بخره فروشنده بهش گفت حرمله این تیر رو برای کی میخوای؟ برای چی میخوای؟ چون اینا مسئولیت همه معلوم بود، تک تیرانداز کیه؟ کی نیزه به دست میگیره؟ کی شمشیر به دست میگیره؟ بهش گفت حرمله مبادا با این تیر بچه آهو بزنی، این تیرا مال از بین بردن اسد شیره. لذا جنگ بود، آل الله تکلیف شرعیشون هرچه بوده عمل کردن، قدوه بودن. لذا بعضی ها ممکنن در این فرازهای دعا امام زمان میخواهد این ناراحتی و عظمت مصیبت رو برساند که اهل بیت چه کشیدن در کربلا و چه مناظر رو تحمل کردن اونجا. لذا این زیارت ناحیه به خاطر اینکه مضامینش خیلی عالیه، سجعش، وزنش، قافیه است، فقط از معصوم برمیاد. همینطور که نهج البلاغه رو فقط میتواند امیرالمؤمنین این الفاظ رو بگه، ولی نهج البلاغه سند که نداره. از این مضامینش، از ترکیبش، از شکلش یقین میکند انسان که این فقط صادر از معصوم است. حواستون باشه که این لفظ زیارت ناحیه امام زمان با معرفتی که خداوند متعال بهش داده نسبت به واقعه طف این مصیبت رو برای ما بیان کرده، برای ما گفته است که مصیبت این که میگه لأبکین علیک بدل الدموع دما، یعنی شیعه بدونید فاجعه است، خیلی مصیبت بزرگه. امام حسین به حضرت زینب گفت خواهرم مبادا خراش بزنی، مبادا سینه رو چاک کنی، مبادا سیلی بزنی. این رو گفته، درسته. اما حضرت زینب هم گریبان چاک کرده، هم سیلی زده، هم خراش زده صورتش. چرا؟ این چجوری با هم جمع بشه؟ آقایون امام به حضرت فرمود زینب مصائب منو شخصی نکنی، نگی برادرم رفت آه و واویلا، نه، کاری بکن بگن اسلام در خطره. اینا برای اسلام دارن جان فشانی میکنن، برای اسلام دارن، کلامشون همش برای نصرت اسلامه. خواهرم برای من گریبان چاک نکن، برای من سیلی نزن، برای من خراش نزن، اما برای خدا هر کاری میکنی بکن. لذا تو مجلس یزید ولا تحسب الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. اینو خون همه جمله ها رو منتهی کرد به این که ما با خدا معامله کردیم، اینا الان وجود دارن، اینا مرده نیستن، نزد خدا و روزیشون رو میگیرن. لذا اون فقره‌ای که امام حواستون باشه طلبا شبهه نکنن، شما رو بیراهه نبرن، اون فقره‌ای که امام حسین علیه السلام به خواهرش میگه اون تو خیام بین خانواده بود که خواهرم کاری نکنی که بگن اینا شخصی دارن عزاداری میکنن، ماده تاریخش میکنن، اگه کاری میکنی برای خدا بکن. لذا وقتی سر برادر رو در مجلس یزید دید گریبان چاک کرد، محکم سیلی زد. چرا؟ این همون دختری است فرزند امیرالمؤمنین است
پیامبر اکرم افتخار میکرد به وجودش. علی مع الحق و الحق مع علی، علی مع القرآن و القرآن مع علی. همه این مطالب رو فرموده است. نام امیرالمؤمنین اومد، بذار حقش رو ادا کنم. طلبه ها کوتاهی نکنید تو اخوانه، به شبهات گوش ندید، برید خوب درس بخونید، شبه ها رو بفهمید. من گاهی وقتا مطلب که میخوام جمع بکنم جالبه، خب استفاده میکنم از همه، ولی واقعا بعضی ها کلمات دردناکی گفتن، واقعا ظلم به سید الشهدا کردن، واقعا دردناکی. ولی خب انسان گاهی وقتا دیگه همین. امیرالمؤمنین پیامبر اکرم شبی نوبت بقایش خانه عایشه بود. اون شب که رفت اولی و دومی آمدن در خونه، وقت پیامبر رو گرفتن. بعد علی ابن ابی طالب اومد، پیامبر خارج شد با علی ابن ابی طالب. وقتی برگشت پرخاشگری کرد، بعد از این همه روز امشب اومدی، بار اول که نشستی با اونا جلسه گرفتی، بعدش هم با این امیرالمؤمنین خارج شدی. پیامبر خیلی ناراحت شد، گفت میدونی پدرت و اون دومی برای چی اومده بودن پیش من؟ خبر داری؟ اومده بودن به من میگن بعد از تو چه کسی رو خلیفه قرار دادی؟ گفت خب صدای شما بلند شد. گفتم بهشون، گفتم اولین خائنین شمایی. من اگه به شما بگم شما گوش نمیدید، هرچی اصرار کردم به اونها نگفتم. گفت بعد چرا با علی ابن ابی طالب خارج شدی؟ حقش رو ادا کنی. گفت خدا میخواست با امیرالمؤمنین نجوا کنم. میدید یعنی چی آقایون؟ یعنی خدا در گوشی میخواد با امیرالمؤمنین صحبت کنه، نجوا کند با امیرالمؤمنین. این مقام امیرالمؤمنینه. عمرو بن حمق خزاعی، آن مرد بزرگ الهی، اون انسانی که واقعا ادای تکلیف کرد، اومد جلو امیرالمؤمنین بهش گفت یا علی، من هر کار بکنم ادای حق تو نمی کنم. اگه به من بگی تمام این کوه ها رو سنگ کنم، از اینجا منتقل کنم به جای دیگر و آب این دریاها رو سد کنم به جای دیگر منتقل کنم، علی جان من حق تو رو ادا نکردم، نمی کنم. میدانی چرا؟ چون تو همسری مثل فاطمه داری، تو وصی امیرالمؤمنینی. بعد اشاره کرد به امام حسین و حسن، گفت تو نازدانه داری مثل اینها، من چجوری ادای تکلیف کنم؟ چجوری ادای تکلیف کنم؟ همین رو معاویه دنبالش بود، عمرو بن حمق خزاعی رو. میدونی چی کارش کرد؟ طلبه یه جمله بگم، شما ببینید کجایید، اونا کجا، ما کجاییم، اونا کجا. گفت سرشو برید دامن خانمش بندازید، زنش سرشو جدا کرد، سرشو بردن انداختن دامن زنش. یه نگاه کرد، سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. این جمله رو گفت این سر کی آورده؟ این سر عمرو بن حمق خزاعی رو همسر منو کی آورده؟ گفتن فرستاده معاویه. بهش گفت بگو بیاد میخوام باش حرف بزنم. بهش گفت برو به معاویه بگو این سری که فرستادی متعلق به کسی است که در طول روز یک بار بر سفره نشست، همیشه روزه بود. من به خودم خطاب میکنم، جسارت نشی. و برو بهش بگو این سری که فرستادی یک شب در رخت خواب آرام نگرفت، عبادت خدا میکرد. اینو سربازای سید الشهدا. امتحان همیشه هست،
چه به واقعه تف، چه به امور دیگر. همیشه ما در حال امتحانیم. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یا کل ارض کربلا، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. معناش میدونید چیه؟ یعنی آقایون همیشه باید یاد کربلا باشید، هر زمان و هر مکان باید یاد کربلا باشید و هر مکان و هر زمان کربلا رو حفظ کنید. این معنای درستشه. من یه معنای دیگه بگم. واقعه کربلا با هیچ واقعه‌ای، نه قبل نه بعد، هر واقعه‌ای رخ بدد واقعه کربلا قابل قیاس نیست. یه واقعه است آمد و تمام شد و تا روز قیامت امتحان و میزان واقعه کربلاست. خیلی وقتتون رو گرفتم. روزهای سختی بوده برای اهل بیت که انشاءالله در شب آینده اشاره خواهم کرد در مورد حرکت قافله سید الشهدا. مناظر بسیار دردناک بوده. خود زینب سلام الله علیها، برادرش که وارد میدان شد، از دور همه مناظر رو میدید، چون وقتی که اون ذوالجناح آمد و اون کاکل خودش رو پر از خون کرده بود، اون اسب فهمیده و آمد خبر رو به خیام داد، همه ریختن بیرون، دارد که زینب به طرف تل زینبیه رفت و تمام این منظره ها رو زینب دید. بدر الیه شم فرفسه برجله و جلس علی صدره و ضربه 12 ضربه. هم به سرش زده، هم به صورتش زده. به اینم اکتفا نکردم، دستور داد 10 نفر نحن رضبنا الصعد بعد الظهری. معنای عبارت رو میدانید یا نه؟ یعنی ما استخوان‌های بدن سید الشهدا را نرم کردیم. منظره‌های مختلفی رو مشاهده کردم. یه منظره‌ای هم زینب دید، تواناییش رو از دست داد. یه لحظه دید سر برادر بالای میزان